اما سوال هشتم باشد احسان چیست؟ و جواب احسان آن است که الله را چنان پرستش کنی که گویا او را تو میبینی. اگر او را نمیبینی پس بدان که الله سبحانه و تعالی بدرستی که تو را میبیند. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. هر آینه الله سبحانه و تعالی با آنهایی است که پرهیزگاری میکنند و با آنهایی است که نیکوکاری میکنند. سوره نحل آیه 128. پس احسان مقام عالی ترین در دین است و معنای آن الله را چنان عبادت کنی که گویا تو او را میبینی. اگر تو او را نمیبینی پس البته که الله سبحانه و تعالی تو را میبیند. و همچنین دلیل آن حدیث جبرائیل علیه السلام که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد احسان پرسید و آن حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب چنین گفتند ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان این است که الله را چنان عبادت و پرستش کنی که تو گویا او را میبینی. اگرچه تو او را نمیبینی پس البته که او سبحانه و تعالی تو را میبیند. روایت مسلم. پس احسان معنای بلند برداشتن سطح عبادت با اخلاص و نظارت دائمی دارد تا که بنده همیشه خود را زیر نظر الله سبحانه و تعالی احساس کند. این است معنای احسان.